بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز روزی 8 ماه محرم می باشد، 14 ایول، و انشاءالله پس فردا روزی سه شنبه یا روزی 16 روزی عاشورا می باشد. روزی عاشورا یعنی 10 محرم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم است که میگویند صیام یوم عاشورا احتسب علی الله ان یکفر سنه التي قبله. روزه عاشورا، همین 10 محرم، من امید دارم که یک سال پیشتر گناه ها را کفاره کند یا سبب بخشیده شدن گناه های یک ساله شود. و از اینکه این روز خیلی یکی از روزهای یعنی فرصتی است برای بخشیده شدن گناه یک ساله، و این چونین پیامبر صلی الله علیه و سلم این روز را ترک نمی‌کردند. ما و شما هم اگر روزه گرفتیم از اجر و ثواب زیاد به بهره نمیمانیم. و عبدالله ابن عباس میگویند، حدیث در بخاری هست که میگویند من یگان روز را مثل روز عاشورا ندیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینقدر به گرفتن روزه اش دقت دهند، و این چنین یگان ماه را مثل ماه رمضان ندیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینقدر به آمدن این ماه و کسب کردن اجر و ثواب در این ماه دقت بدین. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه عاشورا را اصلا ترک نمی‌کردند. و اینجا عزیزان سببش هم در همین روز نجات موسی از فرعون و قوم فرعون است و روز غرق شدن فرعون است با آن معجزه پروردگار که حضرت موسی همچون شکرگزاری این روز را روزه می گرفتند، یهودها هم روزه می گرفتند و حتی مشرکان مکه هم روزه می گرفتند. و پیامبر هم صلی الله علیه و سلم میگویند از یهودها ما به موسی حقدارتر هستیم و پیامبر هم روزه می گرفتند. و چه خیلی گفتم، پیامبر گفتن این روز یعنی روزه این روز یک ساله گناه های شما را کفاره میکند. و بعضی علما میگویند گناه های صغیره، گناه های کوچک را، گناه های بزرگ که نیاز به توبه کردن دارند. و عزیزان، چیزی که اینجا باید یادرس شود، پگاه روز 9 است، انشاءالله پگاه دوشنبه روز 9 است. و حدیث در بخاری است که وقتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته می شود که مایان یعنی یهودها روز 10 عاشورا روزه میگیرند، آیا ما خلاف آنها نمیکنیم؟ پیامبر میگن اگر سال دیگر زنده باشم روز 9 میگیرم، در روایت 9 و 10 میگیرم. برای همین عزیزان، اگر هم پگاه هم پس فردا روزه گرفتیم از تمام اختلاف ها هم بیرون میشویم. هم عبدالله ابن عباس میگن اساسا پیامبر که تا سال دیگه زنده نماندند و فقط روزی 10 را روزه گرفتند، سنت این است که شما 9 و 10 گیرید، چون پیامبر گفته بودند که اگر زنده بمانم من سال دیگر روزی 9 میگیرم، یا چه خیلی گفتیم 9 و 10 میگیرم. برای همین اگر ما هم تاسعا هم پگاه یعنی روز 9 محرم هم پس فردا روز 10 محرم رو روزه گرفتیم، این بهترین می شود. برای آنکه خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن سال دیگر میگیرم، با این دو سنت عمل کرده حساب میشویم، با این دو سنت عمل کرده میشویم. و چیز دیگر عزیزان، روزه عاشورا 10 محرم اگرچه از روزهای هست که روز نجات موسی از فرعون است و در بعضی از حدیث ها اگرچه در سندش ضعف است، روز نجات کشتی نوح هست و در بالای کوه جودی استادن آن کشتی هست. ولی عزیزان، این یک روز بود که در آن روز نبیره پیامبر، پسر حضرت فاطمه، حسین ابن علی، که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای تولدش خودشان عقیقه کرده بودند و در دستان پیامبر کلان شده بود، این روز مرگ حضرت حسین ابن علی می باشد. و حسین ابن علی در همین روز عاشورا سال 61 هجری در 56 سالگی، بعضی ها میگن 55، یعنی قول صحیح هست یا گفتیم راجح ترش در 56 سالگی از دست کارگران یا گفتیم زیردستان یزید علل خصوص عبیدالله ابن زیاد کشته می شوند. و امروز همان وقت یعنی یک روز عزای بود برای مسلمان ها که کشته شدن پسر پیامبر بود، یعنی نبیره پیامبر بود، حسین شهید. و مسلمان ها این روز را همچون مرگ حضرت حسین نباید
یگان نمود مثلا گریه و خوراک مخصوص و عزاداری مخصوص بکنن. چرا؟ برای آنکه ما برای مرگ پیامبر یگان عزاداری نداریم، برای مرگ پدری همین حضرت حسین، برای حضرت علی یگان عزاداری نداریم، برای حضرت ابوبکر عزاداری نداریم. این شیعه ها هستند که گویا که محبتشان به حسین را با گریه کردن و در کربلا جمع شدن اظهار میکنن، در حالی که خود همین ها بودن که در عراق آن زمان که عرب و فارس زبان بود اصلا، حضرت حسین را تک و تنها گذاشته بودن. حضرت حسین را تک و تنها گذاشته بودند که این عبیدالله ابن زیاد که ظالمی به خون پسر پیامبر آغشته شده، این انسان با لشکرهایش حتی کودکان حضرت حسین را به جز یک چند نفر و عمک بچه ها، برادر و دیگر تمام نزدیکانشان را کشته بودند. برای همین عزیزان، اگرچه این روزه اش ثواب است، آره روز غم بود، لیکن در ما یعنی وصیت پیامبر است، در ما آیت قرآن است: الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا ان لله و انا الیه راجعون. وقتی به مسلمان مصیبت میرسد سالها این رو عزاداری نمیکند، ان لله و انا الیه راجعون میگوید و فقط برای زنها 3 روز عزا گرفتن و برای شوهرش 4 ماه و 10 روز عزا گرفتن است. هر سال یاد بودی مرده کردن، هر سال در کربلا گریه کردن، یا بعضی ها میگویند چقدر گریه کردی ثواب است، خوراک مخصوصی عاشورا پخته دادی ثواب است، در این روز باز حسین را چقدر به زبان آوردی ثواب است. اینها یگان اساس ندارد، اینها یگان اساس ندارد و خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و خلاف سنت اهل بیت پیامبر است. وگرنه اگر روز مرد را جشن گرفتن و به یاد آوردن می بود، اولاتر بود که روز مرگ پیامبر را همه این گونه یعنی عزا بگیرن یا گفتیم یک مراسم برپا کنن. برای همین روزه گرفتن اجر و ثواب دارد و انشاءالله دعای روزدار هم اجابت است که برابر روزداری دعا کنیم. اما گریه کردن به خاطر حضرت حسین، اگرچه دلی مسلمان اهل سنی ریش می شود، جگرش می سوزد برای جگربند پیامبر که چقدر مظلومانه کشته شدند. و انشاءالله درباره کشته شدن حضرت حسین یا مرگ حضرت حسن اهل بیت پیامبر، الله در عمر ما برکت داده باشد. همراهتان اهل سنت به اینها چگونه نگاه میکنن؟ اصلا بی‌طرف نیستن، اصلا بی‌رحمی نمیکنن. صحبت های خواهیم کرد، ولی این حاضر که یا صحبت درباره آن نیست. آره آن روز غم بود. تا امروز من شخصا خودم هر باره که درباره کشته شدن حضرت حسین میخوانم، دیگر خواهم نخواهم هم آن ظالمان را یا نفرانی که سبب این کشتار شدن لعنت میکنم و حتی میگم پروردگار خودت جزای اینها را ده. اینقدر بیرحمی بود به خاطر کرسی و به خاطر آن هم سیاست و چیزی دیگر. ولی اما همین روز را یعنی پس فردا گریه کردن و فقط یاد حسین کردن درمان نیست، در اهل سنت نیست و چه خیلی گفتم. و حتی حدیث خواندم، فقط سند در خاطرم نیست، که خودی حضرت حسین میگویند که از پیامبر شنیدن که پس از مرگ کسی عزاداری و مراسم و اینها همش از جاهلیت هست. یعنی اهل بیت پیامبر هم این کارها رو نکرده بودن و نباید هم دیگرها بکنن. از ماست که ما چیکار کنیم؟ این روز رو با گرفتن روزه و انشاءالله با امیده که پروردگار گناههای 1 سال گذشته ما رو همش رو مغفرت کند، چون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، با این امید روزه بگیریم. اما عبادت مخصوص دارد، یا گفتیم یک نماز مخصوص داشته است که چند بار سوره اخلاص را میخوانی، شبهایش یگان نماز دارد، یگان ذکر دارد. یگان نماز درباره دهه عاشورا آمدگی نیست، ببخشید روز عاشورا آمدگی نیست، یا بجز همین روزه پگاه و پسوردا دیگر روزها روزش هم آمدگی نیست، مگر اینکه شما همچون ثواب روزه بگیرید. دعای مخصوص، نماز مخصوص، یگان ذکر مخصوص در این باره آمدگی نیست. و چه خیلی گفتم علل خصوص برپای کردن عاشورا و یعنی مراسم عاشورا و خوراک مخصوص و گریه و مراسم های عزاداری کلن بدعت است که این رو ما حتی برای پیامبر هم که درجه پیامبر که البته
اصلا مثل درجه حضرت حسین است و چقدر بالا هست انجام نمیدهیم و پیامبر خودشان هم از این من کرده بودند. این بود عزیزان صحبت کوتاهی من درباره روز عاشورا و پروردگار عمل کردن به این سنت را به ما و شما نصیب گرداند و الها از برکت این روز، از برکت ثواب روزه این روز محروم نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.